बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुंग फंक्शंस क्लास ऑब्जेक्ट्स या कंस्ट्रक्ट फंक्शन के बया सिर्फ सादा फंक्शन और कंस्ट्रक्टर्स दा वेली मुंग द क्लास पर अड़ा बाने हम ये ब्लूप्रिंट है क्लास कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स दे मजमूआ दा मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर बारे के खबर उकड़ा या मेंबर या एक्सेस मॉडिफायर जम वर्ता भाई सिर्फ एक्सेस मॉडिफायर हम बरश मेगा और मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर हम मेगा ये मुशखस कुनिंदा दरसरसी बा मेंबर हा را مشخص میکنه یا مشخص کننده چیست دیتا ممبر ها که ما میتونیم بیرون از یا خارج از بادی کلاس ما به دیتا ممبر یا ممبر فانکشن دسترسی داشته باشیم یا خیر درست است خب سه نوع بدن private public و protected باز ما خانیم object what is object the instance of a class instance variable नहीं instance صحیح است با ساده الفاظ اگر ما میگیم تطبیق کننده چیز است نمونه سمبل یا نمونه چی نمونه کلاس است آبجکت ما میگیم ریل ورلد انتیتی در هر جا که شما چیزا میسازین برای یا محصل می باشه یا استاد می باشه یا ماشین می باشه یا کامپیوتر می باشه خودشان آبجکت هستند درست است برای ما کلاس میسازیم خب امروز ما پیش میریم داخل کلاس ما یک دیگه تاپیک هم داریم به نام inheritance ببین اگر ما میگیم object oriented programming بچی مانا بعض زبان ها هستن با اساس خاصیت یا زوا پروسیجرال هستن بعضی object oriented هستن درست است آل C++ اگر ما ببینیم چی است C++ object oriented هستن so C++ is an object oriented programming language and also procedural language procedural هم ده procedural هم است و object oriented هم است اگر ما C رو ببینیم چی بود صرف procedural بود اگر C++ رو ببینیم object oriented است object oriented تکنیک‌های هستند که به نام چی هستند encapsulation صحیح است بالکل inheritance and abstraction and polymorphism این تکنیک‌های هستند که به نام object oriented شناخته میشن یعنی هر زبانی که از تکنیک‌های encapsulation inheritance polymorphism abstraction استفاده کرده میتونن یا استفاده میشه در زبان از این تکنیک‌ها و ما میگیم object oriented C هیچ کلاس object نمیشناسه هیچ نمیشناسه فانکشن ها را میشناسه object کلاس نمیشناسه سی کی بود بسیار مشکل بود کد ریوزیبیلیتی نبود درست است حالا ببینین آیا ما ای را خواندیم آیا انهریتنس خواندیم آیا ای خواندیم ای را خواندیم ببینین این کدامه تو کلمه نیست که شما نوشته میکنین از او استفاده میکنین نه خیر خودتان که داخل کلاس شما دیتا ممبر ها را و ممبر فانکشن ها را استفاده میکنین باید از او پرایویت پابلیک پروتکتد نوشته میکنین خودش به نام انکپسولیشن است انکپسولیت کپسول چی را میگه کپسول څه ته وایي یو ځای کول کنه دا انکپسولیشن ده یو تخنیک د کوډ د یو ځای کول په یو بلاک کې هغه ته یو نوم ورکول هغه به استعمالول په هر ځای کې د هر مقصد لپاره this is called encapsulation polymorphism تاسو ویلې پوهیږئ څه ته وایي دا زما غلطي ده کېدای شي معنی درته ویلې اوورلوډینګ چې د خپل polymorphism معنی لري polymorphism پولی چندینه میگه چند شکلی فارم polymorphism څو طریقو باندې یو کار کول کوم نه ګوره فنکشن اوورلوډینګ څه کار کوو په یو نوم باندې زیات فنکشن ولې خو کارونه مختلف کول څو شکلی کارونه کول یو په یو نوم فنکشن this is called polymorphism دا شاید کنسترکټر اوورلوډینګ هم بیا وقت کې کلمه اوورلوډینګ آمد به این معنی که این polymorphism تکنیک است ما استفاده کردیم موضوع ابسترکشن است ابسترکت خودش کلاس ها هستند که این کلاس ها یا فانکشن های ابسترکت هستند که داخل از ما امو تفصیل از اون نمیبینیم درست است صرف به خاطر تطبیق است یعنی بادی ما نداریم داخل از اون صرف به خاطر تطبیق از استفاده میشه طور مثال فانکشن شما کال میکنید خلاص تفصیل نداره یعنی no detail with no detail هر څه پټ دي شاته
कुछ कल तो इस्तेफादा क्या कार दरता कहीं कि शायद क्लास उसीगी या यो फंक्शन उसीगी बहुत दोस्ता इनहेरिटेंस के इमरोज मा बखैर शुरू में करें इनहेरिटेंस यानी विरासत अमेगा चिरमेगा विरासत पे मीरास वड़ल ये बच्ची माना यानी बेबने वक्त के मा बेशतर अज एक क्लास दाश्ता बाशेम व मैं ताने मज एक क्लास दिगा क्लास इनहेरिट करें बहर्स बबारे इरा बच्ची में गेम इनहेरिटेंस में गेम भाई माना कि माय क्लास हमें साजिम के खूब बेबने शायद मा ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ रहा बसाजिम दुरुस्त है एक क्लास आ रहा बसाजिम बनामी टीचर बनामी स्टूडेंट या क्लास उमूमी यानी सुपर अमामे साजिम क्लास एंड बरशमेगम के इन्फो इंफॉर्मेशन ज़रूरत की इंफॉर्मेशन बाशा हर चीज़ बुदा में था माय क्लास हमें साजिम के दाखिल जो तमाम मालूमात के बरे एक दिगा क्लास आजू इस्तेफादा हमेशा दाखिल जो मा इजाफा में कर बता रहे हैं सर मैं बहुत बार तरह में इनहेरिटेंस बची माना था वक्त है कि inheritance means to receive badist awardan to receive or inherit bahers burdan सही था पर इनहेरिटेंस पसमाना लास्तरावडल या पर मीरास वडल यानी यह क्लास के मेंबर है दिगा क्लास बहस बबर यानी दससी पैदा कुना इरमा इनहेरिटेंस में न फामे दे when a child से तवाई माशूम तवाई का ना क्लास ना गलरी पुनुम दे चाइल्ड और पेरेंट हम दस वर्ड तविल की ना वाड़ा कट नहीं द कार आगे मालूमी उसको करे यो माशुमानी बचानी का ना औलादी न मोर प्लार न हेर सुड़ी का का मोर प्लार द माशुमान न हेर सुड़ी ना दस दा का जका होता है पेरेंट और चाइल्ड हम दा टर्म उर्ता इस्तेमाली का हम दा इस्तेला इस्तेमाली पेरेंट एंड चाइल्ड व्हेन अ चाइल्ड क्लास inherits its super class its parent class ये तो हुआ inheritance is called inheritance वक्त की यह क्लास उराम के बाद चाइल्ड क्लास में गेम चाइल्ड क्लास बच गुफ्ता में वक्त के क्लास पेरेंट از کلاس پدری خودش چی میکنه به حفظ میبره چیزها را این دیتا ممبر ها را و میتود های فانکشن ها را اینمی شیوه ما چی میگیم inheritance میگیم چی نیاز است ببینید اگر شما دو کلاس دارین یک کلاس هم 5 دیتا ممبر داره دیگر کلاس هم 5 ممبر دیتا ممبر داره صحیح است فانکشن هم جدا داره این فانکشن ها جدا داره حالا ببینید شما آیا وریبل ها را ضایع نکردین کد زیاد نوشته نکردین نشته کردیم ما کلاس سوپر हमें साजिम यानी पेरेंट हमें साजिम पेरेंट सुपर क्लास हमें साजिम दो दाखिल जो 5 या 10 वेरिएबल हार निश्चित में करें इजाफा में करें 5 वेरिएबल हार از दो क्लास आओ नमो वेरिएबल हार के दाखिल सुपर क्लास सन از इस्तेफादा में करें मिसाल दरे क्लास ने مثلا د दो क्लास ने मुख्तलिफ वेरिएबल ته ضرورت لري फंक्शन ته موږ د دې لپاره د هر क्लास لپاره ځان ته वेरिएबल نه لیکو اما غيو کلاس کې ورته اضافه کوو د دوه کلاسونو چې هرڅه ضرورت لري بل کلاس نه به اخلي مختلف دي بعضي به استعماله بعضي به نه استعماله مثال یو ټیچر کلاس ده یو سټوډنټ کلاس یو سوپر کلاس اوس ټیچر کلاس کا نوم د ضرورت لري نو ویریبل به چا نه اخلي د سوپر کلاس نه د پیرنٹ کلاس اگر स्टूडेंट क्लास में खा कि वेरिएबल बना में फादर ने इस्तेफादा करना सुपर क्लास में गिरा खुदश इजाफा डिक्लेयर ना में करना فهمیده شد یعنی ببینید استودنت و کلاس تیچر که هستن سوپر کلاس با حرص میبرن یعنی از او معلومات میگیره تا که استفاده شما ویریبل ها شاید باشه شاید متد ها باشه درست است اینو ما میگیم انهریتنس بعد ما بهتون میگم وقتی که یک چایلد کلاس شاید زیاد چایلد کلاس ها باشه وقتی که چایلد کلاس پدریش یا پیرنت کلاس خدا با حرص ببره اینو ما چی میگیم انهریتنس میگیم یا تو گفتم ایتانه وقتی که چایلد کلاس ها ویریبل های دیتا ممبر ها یا ممبر فانکشن های سوپر کلاس ها به دسترسی پیدا کنه اینا ما میگیم انهریتنس کلیر شو
اوس هم کلیر نشو ډېر ورته ویل کېږي when a child class inherits its parent class is called inheritance. دا ساده تعریفونه دي. یا تو برشمیگا بجای child چی استفاده میشه؟ بجای child که استا base sorry sub class هم برشمیگا child class sub class یا derived class sorry not derived class صحیح است برای child و sub هم یاد میشه دیگه نام استفاده میشه اور اگر ما دا parent بیم کلاس parent برای parent که استا super class هم گفته میشه super کنه دیگه چی برشمیگا super base اساسی کلاس صحیح است super base یا parent یا ورته کی derived class derived هم ورته ویل کی child او sub دا بیا هغه کلاس لپاره چې د خپل پیرنټ څخه کوي بهر سي وړي میراث ته نه وړي هغه ته موږ چایلډ یا سب کلاس وایو صحیح شو بعضم برتان میگم وقت که یک کلاس چایلډ کلاس چایلډ بخاطر چی بهش میگه یک دیگه از دیگه کلاس چی میگره ورو بهرس میبره وقتی که چایلډ پیرنټ بهرس میبره خب این چایلډ شد یعنی تخنیک ہے کہ وقت کہ ایک کلاس چائلڈ یا سب کلاس سپر کلاس ہے یا بیس کلاس یا پیرنٹ کلاس ہے باہر سے برت انہیں بھی نام آگے انہیریٹنس دہی چی باوجود میں ہے کود ریوزیبلیٹی باوجود میں ہے کود تکرار ازو ما چی میں کنیم جلوگیری میں شد اینجا اس کود بعض بار کہ ہو رہا تکرار میں کنیم کود حال بین کے بس حاضر کلاس ہے صحیح ستا گورا چایلډ چې دا چایلډ دا یو اصطلاح استعمالي هغه کلاس لپاره چې هغه د خپل پیرنټ کلاس نه چې لاس ته راوړي صحیح ده چایلډ ته چایلډ ویل کېږي سب کلاس هم ورته ویل کېږي صحیح او پیرنټ ته پیرنټ ویل کېږي سوپر ویل کېږي بیس ویل کېږي ډرایو د دواړه یو معنا لري اوس وګوره هر کلاس به یا په پیرنټ حالت کې وي سوپر بیس یا ډرایو حالت کې به وي او یا به چایلډ سب حالت کې مثال دو لیپټاپ دي صحیح فکر وکړئ دوه کتابونه دي دا یو کتاب چې نقل کوي د بل کتاب نه نو کوم چایلډ شو دا څوک چې نقل کوي دا چایلډ شو اچانه چې وړي هغه پیرنټ شو درست شد یعنی می کلاس چایلډ میگا سب کلاس هم برش میگا از کدام کلاس از کدام کتاب اگر کتاب ما مثال میتیم کدام کلاسی که نقل میکنه یا کاپی میکنه تکست از دیگه کلاس از کتابی که کاپی میگیره او پیرنٹ کلاس شد یا سوپر کلاس شد یا بیس کلاس میشه صحیح کلیر اوس راځي چې کلاسونه اضافه کو به ان شاء الله تاسو پوهیږئ حال امکان داره که یک چایلډ چندین د چیز د سی پلس پلس ها د جاوا نه جاوا را سپورت نمیکنه ملتی انهریتنس سپورت نمیکنه درست است یک چایلډ میتونه که چندین سوپر کلاس ها را چی کنه بهرس ببره کېدای شي دوه درې دانې سوپر کلاسونه وي A B C D د D کولی شي C نه هم شی په میراث ویسي B نه هم د A نه هم برای C کدام سه سوپر کلاس شد برای D صحیح است اگر C را C که است صرف A را بهرس برد برای C چایلډ شد A کلاس برای از سوپر یعنی پیرنٹ کلاس شد پوښه بده باندې دا د پیرنټ او چایلډ هغه کته سو پوښه خپل پوهیږي په کلاسونو صحیح شو اولی بین ما یک سوپر کلاس میسازیم با نام انفارمیشن این هر چیز بوده میتونه انفارمیشن به چی معنی تمام معلومات در داخل نمی کلاس می باشند درست است داخل از چند وریبل ها را ما چی میکنیم معرفی میکنیم صحیح است طور مثال int age string name دا ټایپینګ یو دم دا ماوس پډ سره ما لاس لګي ډولر څخه خرابي float percentage بیا string address string result تمام ویریبل های داخل از شما یک دفعه معرفی میکنید این کلاس برازی نساختن که ایرا شاید ایرا شما تطبیق کنید نکنید ایرا برازی ساختن که دیگه کلاس ها ایرا به حرس ببره age name percentage address و result ها را به دست بیاره از استفاده کنید پیشتر ما یک کلاس می داشتیم
بر خاطر از یک آبجکت هم ساختیم خلاص. خب چندین آبجکت هم شما میتون که بسازیم بر یک کلاس. خب یک کلاس است، اگر زیاد کلاس باشه باز چی؟ باز داخل هر کلاس اگر ما ویریبل ها رو معرفی کنیم زیاد میشه. ما اینمی سوپر کلاس رو فکر کنین ساختیم، بیاین 40 کلاس ها رو بسازیم. نشته میکنم کلاس، صحیح است؟ نشته میشه استودنت. پس دو مثال کار میکنیم باز زیاد میشه. درست است؟ استودنت این خودش یک کلاس است. آیا این کلاس که به نام استودنت است برای ایج، نیم، پرسنتیج، ادرس رزلت نیاز نیست است. چی میفهم که چی است؟ این چایلد است و چی است؟ آفرین. اول هم معلوم نیست کدام چایلد است کدام سوپر است. اول با این چطور معلوم میشه که پرنت است؟ پرنت بالا می باشه، همیشه باید بالا باشه. یک. خب عالم شما گفته نمیتونه که 100% چایلد است یا سوپر کدامش است. انهریت نشده، انهریتنس به وجود نآمده. او جدا کلاس است، این جدا است. خب از با یک شکل ما میفهمیم که او بالا است ای پایین است. از بالا و پایین حس برده میشه، از پایین به بالا نه. اما قدر مردوی لگرن ده مور و بچهان و مور پلار و بچهان چی بخاطر از اوی را انهریتنس بنام انهریتنس یاد میشه. درست است؟ حالا اگر ما بیایم ده بالای از او یک دیگر کلاس ها بسازیم به نام تیچر، ای دو میتونه که چایلد کلاس انفارمیشن باشه. ای هر دوشن چایلد هستن، حالی نیستن. ما گفته میتونیم ای بوده میتونن هر دویشان 3 4 5 با 10 کلاس ها بوده میتونن چایلد کلاس ها. صحیح است؟ شاید در سی پلس پلس یک چیز بگیرین امکان داره تیچر با ای را به هرس ببره، یعنی ای چایلد شد کلاس انفارمیشن. چرا که ای هرس میبره این میار یا ای هرس برده میشه با از طریق تیچر. خب شاید ای هم چایلد مستقیم چایلد انفارمیشن باشه، یا ای تو باشه که تیچر چایلد انفارمیشن است، student چایلد انفارمیشن است، یا تیچر چایلد انفارمیشن است و student چایلد تیچر است. امکان داره این یک هیرارکی جور میشه در اینجا. ببینید student و تیچر جدا جدا میتونن که چایلد کلاس انفارمیشن باشن، این را به حسب ببرن. یک و دوم شاید تیچر و student هر دوشان در یک وقت باشن، یا صرف تیچر چایلد انفارمیشن باشه و با student کلاس که است چایلد تیچر باشه. این انفارمیشن کلاس سوپر یا پرنت برای تیچر است و تیچر خودش چایلد است لیکن با سوپر کلاس یا پرنت کلاس استودنت است. دسم کی سرچ کن ڈائگرام ذہن کے راول ہے. انفارمیشن parent and child یا انفارمیشن teacher and student دس inherit باز شاید student هم دو child داشته باشه. دس ذهن دتا hierarchical inheritance های ممکن به سلسله. اوس د دې هدف بد شي په سافټویر کې ډېر غټ هدف لري. راځي تاسو ته یو ښه مثال لرکم. صحیح کوشش کوم چې داسې مثال لرکم. لیکل اسانه دی، زه یو لفظ اضافه کوم بس انهریټنس خلاص شو. خو چې ته پرې پوه شې زه دا ولې جوړ کړم، دا دومره هغه جوړ کړم، دا څه شی ته تکلیف دی مونږ ته. نه، انهریټنس بسیار مهم است، بسیار کار آسان میکنه و یک بخش یک تکنیک آبجکت اورینتد هستند و تمام کمپانی‌ها یا شرکت‌هایی که سافتور میسازن از تکنیک‌های آبجکت اورینتد استفاده میکنن. اینم میبینید مثال چایلد و پرنت هستند. اینجا شما بیاین اینم در سورس بیاین ببینید شما که نمی گرافیک میسازین، آیا گرافیک ما میسازیم؟ اینم ما ساختیم؟ نه، این تیار کلاس‌های جور شده هستند، پری دیفاین هستند، ما رو صرف اضافه میکنیم خلاص. در کجا اضافه شده بیان که ببینیم. ما به نام گرافیک یک کلاس ساختیم. صحیح است؟ به نام گرافیک. گرافیک به چی معنی که گرافیک کا بساز. نو ویندو که بیشتر براتون نشان دادم. میبینید چطور به وجود آمده. این می گرافیک کلاس چی نشته شده؟ کلاس به نام گرافیک extends به معنی inheritance است. inherit کرده. extend به معنی inheritance خودش نشته نمیشه. extend به معنی در جاوا چیست؟ که به هرس برده. چرا به هرس برده؟ java_x.swing.jframe jframe خودش یک کلاس است که برای ساختن اینمی گرافیک استفاده میشه. فهمیده شد؟ ما یک کلاس ساختیم که کلاس ما
بهرزبورد چرا یک کلاس گرافیکی بهرزبورد چرا بهرزبورد کلاس ما نمیتونه که گرافیک بسازه جفری ما بهرزبورد تا که این هم میتونه که گرافیک به وجود بیاره این هم به وجود آمد اوس پوه شوی په شاید تاسو انهریټنس خپل وکارو نه کوي ان تاسو سوال کیدای شي به تو سوال شده میتونه خب گرافیک چی کار کرد چطور میتونه گرافیک که اینمی گرافیک به وجود آمد کلاس گرافیک شما برش میگین که نمیره این گرافیک کلاس که است به هرس بود تمام توانایی که به خاطر چی استفاده میشه تکنیکایی که برای ساختن گرافیک از استفاده میشه او را به هرس بود ایرا به هرس بود خلاص ببین امو فانکشن ها متد ها هستن ببینید شما کال شدن خلاص تمام کدا را شما انشالله خودتان میفهمید مین فانکشن در اینجا است ببینید بالکل سیم تو سیم در لگ کنسپت فرق کی خوب جواب وقتی شما استفاده میکنید که واقعی یک پروژه را میسازین شما صحیح است باید هم شما کور بیس جاوا را بخوانید بیسیکس چرا که فرق داره بسیار زیاد صحیح است اگر شما سی پلاس پلاس خواندین هیچ نیازی به این است که زیاد تشریح براتون داده شود جاوا شما میتونید در کم وقت در شارت تایم شما بتانید که جاوا را یاد بگیرید درست است خوبی باز تصمیم بعدی است ما فعلا به انهریتنس به خاطر از اون میخوانیم که کانسپت او را بفهمیم ما حالا فهمیده شد ببینید فکر کنین داخل انفارمیشن هر چیز موجود است کلاس ما نیاز داره چایلد کلاس کی را به حرص ببر این هم نیاز داره که ای را به حرص ببر درست است اگر ای را به حرص نبره باز چی میشه شاید نمی وریبل ها داخل نمی تیچر کلاس هم شما اضافه کنین و داخل کلاس استودنت هم اضافه کنین کدتان زیاد شد درست آل بین سی پلاس پلاس در جاوا شما دین اکستند نوشته میشد چطور به حرص برده میشه اگر ما نوشته کنیم ایج مساوی با yes 80 استاد دوال دی اکستند به واس باندې انهریټنس نه لیکل کیږي انهریټنس یو اصطلاح ده اوس ګوره موږ وایو آبجیکټ اورینټډ یا موږ وایو فنکشن آیا موږ فنکشن لیکو په سی پلاس پلاس کې نه لیکو کې دې نور جمع کړی ما نشته نه میکنه فنکشن لکه اپریټر علامت جمع نشه اصطلاح است نام برش داده شد درست است اگر تو نامی بود باز در هر زبان یک زبان اکستند نشته میکنه یک دو نکته را نشته میکنه باید باش چی میگفتیم دو نکته اونجا میگفتیم اکستند کلش به معنای انهریتنس است درست شد ایج در کجا موجود است داخل کلاس تیچر است دیکلیر شده نه خیر داخل کلاس انفارمیشن این نمیتونه چه امکان نداره صحیح است حال چطور میتونه که زو استفاده شود تیچر این را باید به حرص ببره یا برش اجازه بده یعنی یک لینک کریت کنه رابطه را باید وجود داره این ما بگیم انهریتنس چطور اضافه میشه بیاین در اینجا نشته میکنین دو کالن خلاص انهریتنس خود کدام کلاس نام یعنی تیچر به حرص میبره کدام کلاس به نام انفارمیشن خلاص شد دومره کار خود یک کلاس تیچر است کلاس نشته شده بازو نام کلاسی که چایلد کلاس شد آل ای 100% چایلد کلاس شد یا سب کلاس شد صحیح است و این به معنای انهریتنس است این شاید دو تا باشه ملتیپل انهریتنس به حرص بود کلاس انفارمیشن حالا باید ای را ذخیره کده بدان یعنی موږ د کالن څخه پوهیږو چې دا چایلد کلاس دی بالکل کالن چې دی ورکه بیا به کلاس نوم ته چې کوم یو په هرڅ وړای دا کوم یو ځکه پیرنټ دا چې پاس دا یو بل کلاس د په هرڅ نه دا وړه په میراث نه دا وړه بلکې دا وړل شوی دا بل کلاس په وجه باندې ځکه دا پیرنټ کله چې دا هم رسته دا چایلډ هم دا پیرنټ هم کېدی شي که سټوډنټ دا په میراث باندې ویسي بیا استاد که سټوډنټ د ټیچر نه میراث باندې ویسي بیا ما علامه او بالکل که چې تراشم دسه ورته راشوس بیا ولیکه چې انفارمیشن فعلا ما یک کلاس کار میکنیم درست است در روستا زیاده یک چایلد است یک سوپر کلاس است اور شما تو میگین این سینگل انهریتنس است سینگل انهریتنس به این معنی که یک چایلد کلاس یک سوپر کلاس چی به هرس برده
حالا بین چی میگه خواه؟ حالا ما آبجکت برای کدام کلاس میسازیم؟ information شما چی میگین؟ teacher टीचर ولی टीचर زمون پکار ده کلاس هم صرف یو سوپر کلاس ده هغه د نورو لپاره کار اجرا کوي دیگر کلاس چال کلاس ها که هستن باید از او استفاده کنن این خودش نیاز نداره که تطبیق شود ضرور نیست 100% خب امکان داره که شما را تطبیق کنن مشکل نیست سوپر کلاس حالا ما که جواب براتون نشان دادم آیا نمو جاوا x.swing.j frame خودش تطبیق میشه از طریق کلاس گرافیک سوپر کلاس ما تطبیق میکنیم داخل از چیزی که است خاص طریق چایلد نیاز داره با پرنت با سوپر کلاس نه که سوپر کلاس با چایلد نیاز داره درست است حالا ما سیاوت برش میگم باید انمی ایج پرینت شه حالا سوال پیدا میشه ایج چطور در اینجا استفاده شد دکلیر خو نشده شما بگیره به هرس برده این تو فکر کنین ایج خودش داخل کلاس تیچر موجود است به هرس برده صحیح است حالا کمپایل کنی یا کمی اینا ما میبینیم چی میگه ارر میده چی میگه خواه چی؟ استفاده آفرین اول خو چې مین استفاده نشي امکان نه لري دته به ته آبجیکټ جوړوي چې ترڅو دا کار شروع کی کلاس خو آبجیکټ جوړوي کنه آبجیکټ بم جوړ کو کوم ته ټیچر ته خو بس که نام کلاس به حرف بزرگ نوشته باشه واضح تر معلوم میشه درست است ټیچر رو بسازیم بازو برای یک آبجیکت هم میسازیم صحیح است آبجیکت به نام بطور مثال احمد خودش یک چی هست خب این تیچر اگر شد تیچر برای تیچر یک آبجیکت میسازیم خلاص صحیح است آبجیکت ساخته شد حالا از طریق آبجیکت ما میتونیم تمام چیزها را برای این میره ما چی کنیم کال کنیم آبجیکت به نام اوبیجی ساخته شد اوبیجی حالا ببینید آیا خوب نیست داخل کلاس تیچر ما یک فانکشن هم بسازیم که پرینت کنه ایجا قیمت خبرش داد قیمت خبرش میده درست است این فانکشن هم کال کنه که نمی ایجا برای ما پرینت کنه بین نمیسیاوت داخل یک فانکشن چی میگیریم یا متد شو یک فانکشن میگیریم این میرم میگیریم ببینید شما صرف از سیاوت جدا استفاده نکنید کلاس مجموعه منبرها می باشه خب شما ویریبل ها داشته باشین و فانکشن ها داشته باشین ویریبل ها قیمت ها را ذخیره میکنه و فانکشن ها بالای از یک عملیه را اجرا میکنه او را نشان دادن او را ضرب تقسیم هر چیز که بوده میتونه اتمی باید فانکشن ورکورد فانکشن به ضرور دی ورکه بغیر فانکشن نه به تو څومره سیاو ډولې کې چې دا فانکشن ډیر سیاو ډیر کارونه اجرا کوي صحیح است خب بازم تیچر خودش یک کلاس است که دیتا ممبر هم داره لیکن دیتا ممبر از خودش است از کی گرفته از کلاس سوپر خود گرفته بازم اون گپ شد کلاس مجموعه ممبر هاست ویریبل هاست خب این ویریبل خود از خودش نیست از دیگر سوپر کلاس به هرس برده بازم فانکشن خاص خودش است اینمی تیچر کلاس به چی نیاز داره با ویریبل ها نیاز داره که سوپر کلاس به هرس میبره یک ویریبل به نام ایج به هرس برد دو قیمت 80 ذخیره کرد به نام ایج امو ایج برایتان پرینت میکنه خود کلاس تیچر چرا که یک فانکشن داره به نام شو آره که آبجکت کلاس تیچر را میسازین درست است وقتی که ساخته شد چی میشه اینجا از طریق اوبیجی خب برای قیمت دادن ما را اکسس نمیکنیم قیمت خود برش میده تیچر صرف کلاس رو باید ما کال کنیم به نام شو آله چندین چیزا هستن ما بیشترم برایتان گفتم که چند چیزا در اینجا باید اضافه شوند یک تیچر نمیتونه اوبیجی نمیتونه که متدهای چرا اوبیجی یعنی آبجکت نمیتونه که متدهای خود کلاس یزو سیسته با او دسترسی داشته باشه ممبرها را دسترسی داشته باشه اگه کولشی اوس اوبیجی टीचर क्लास मेंबरون دلسته پیدا کی آفرین زوګر د پرایویټ خبره راغله نو پرایویټ ځکه ما تاسو خبر زویل شي بده باندې باید تاسو سل فیصد پوي په انهریټنس اول نه پرایویټ نشته شو نه پبلیک نشته شو اول چه کنیم باید یک چیز باید نشته باشه اول ببینین شما پرایویت نشته کنین مشکل نیست خب پرایویت که باشه بیرون از خارج از بادی کلاس شما از استفاده کردن نمیتونید یک اگر پبلیک باشه میتونید خب یک به نام پروتکتد هم بود پروتکتد فکر کنن که پبلیک واری هست خب صرف در وقت انهریتنس از او استفاده میشه ولی برای ما چی میگه خب اگر ما بین نشته کنیم در اینجا پبلیک درست است
یاد داشته باشین اگر در سوپر کلاس شما نوشته کردین پرایویتا به شکل نرمال به شکل دفال با حالت دفال چیست ممبرها چی می باشن پرایویت پبلیک يعني Private مثلا class. نه ډیټا ممبرز په کوم حالت کې کزه سونه لیکم مثلا برايفت دي پرایویت دي او كوبلي كوبيا کوي لیکم ما خبره کوم نه لیکم نشته کنیم نه کنیم پرایویت است صحیح است خب دیتا ممبرها شما اکثرا میبینید که پرایویت می باشه درست است آیا ایرا اینمی چایلد کلاس که است اینمی سوپر کلاس با هرس برد یعنی ایج استفاده کرده میتونه اگر انهرتنس هم به وجود بیاد عاوزت بحطك ليها كلاسز نه یعنی این جدا کلاس است ما میرم میگم این کلاس جدا است تیچر اصلا نمیدن جدا کوشش پرایویت ممبر های دیگه کلاس اگر به هر سم ببره آیا میتونه باید بتونه که پرایویت دسترسی داشته باشه نه خیر به هیچ وجه 100% نمیتونه این بیمان است که با انهرتنس با وجود آمد پرایویت ممبر ها را هم اکسس کرده میتونه نه خیر پرایویت است صحیح است پرایویت به معنی پرایویت کلاس داخل بادی نمی انفارمیشن شما از استفاده کرده میتونه اگر پرایویت است اگر نه بیرون از خارج از بادی کلاس انفارمیشن شما به هیچ وجه انهرتنس باشه نباشه به این دسترسی ندارین شما و باید نداشته باشین حالا چه کنیم ایرا باید پبلیک بسازین اگر پبلیک هستن خب باید پبلیک نباشن تماشان پبلیک میشن درست یاد داشته باشین وقتی که انهرتنس به وجود میاد شاید پبلیک باشه ممبرها و شاید در حالت پروتکتد باشه اگر پبلیک هستن در سی پلس پلس باید نوشته شود که کلاس تیچر که چایلد کلاس است به هرس میبره کلاس انفارمیشن خب کدام نوع ویریبل ها را در کدام حالت قرار دارن پروتکتد یا پبلیک پرایویت خونه میتونن یعنی اکسس مودیفایر شما در اینجا هم باید اضافه کنین مشخص کنین باید استاد کدو که پروتکتیو کورت آفرین اوس پروتکتد ورکولش خب پاس پروتکتد وی اولی را بفهمین او آسان است یک دکم دا پبلیک دی کنه کولای شما چې دا لاسرسی دې ته ولرم مشکل نشته بل کلاس چایلد کلاس کولای شي د خپل سوپر کلاس چې په میراث یې وړی د خپل ډیټا ممبر چې پبلیک دغه ته لاسرسی ولري خو هغه وخت چې پبلیک ته ولیکي ای به این معنی ښه کلاس تیچر که چایلد کلاس است تمام ممبرهای کلاس انفارمیشن سوپر کلاس انفارمیشن که پبلیک هستن و اون ممبرها را دسترسی داره به هرس برده کدام ممبرها را تیچر کلاس به هرس برده کدام ممبرهای انفارمیشن که پبلیک هستن نه که پرایویت شاید اینجا پبلیک باشه یا هم پروتکتد باشه اول بین یک آبجکت ساخته ما اینم اینجا OBJ و ایرا پرنت میکنم دا سنتکس په ځل ریډیبیلیټي برامنځته کوم درست است آبجکت ساخته دات بازم شورا نشان نمیده چرا پبلیک هم دا باید چی شمون نپاتی شوی دی پبلیک کی چی مانده بالا پرایویت آفرین کالن نشته نکردیم خواه باید کالن نشته شد آل سر میں OBJ دات شو خودش آمد لیکن ببینین ما آبجکت با کدام کلاس ساختیم با چایلد کلاس ساختیم آبجکت از طریق آبجکت چایلد کلاس ما میتونیم که شو فانکشن کال کنیم تا که او برای ما را پرینت کنه درست است این همی قیمت برش داده لیکن گپ اینجا است که تیچر که چایلد کلاس است ویریبل کلاس سوپر خدا چی کرده استفاده کرد کیو هم پبلیک است خود این میتود هم پبلیک است ای هم پبلیک بود یعنی بخاطر از می میتونه که تیچر کلاس تمام ممبرهای پبلیک کلاس سوپر خدا به دست بیاره حالی کمپایل میکنیم حالی چی میگه خواه باز میگه ایرر و expected class name before this نخکاری ما یک اشتباه را انجام دادیم نه او موجود است اگر نمی بود باز هیچ کار نمیشد مشکل در کود ما است
ما یک اشتباه را در اینجا انجام دادیم. چی میگه خودتان ببینید expected class name before this میگه نمر سبر مخکله و دینه مخ که نوم ولیکا نوم خو ما لیکله خو لیکن نوم څنګه ده یو دک نه 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 ما که کلاس د اینجا استفاده کړي انفارمیشن یو رقم دی نه استاد تقلید هغه یو ان آفرین اشتباه شد میگه این کلاس ما هیچ نشناختم صحیح دا ارس چې راځي دین تاسو شې زده کوئ ښه اوس یې کمپایل کړئ کمپایل اوس ګور دلته مشکله پیدا شو استاد مشکل خو څومره مشکلات سم لینکی ها مشکل استاد نیم كده نیم چې غلط ده انت فلان جزيري وي not name does not name استاد خو بیا نوم کې مشکل هم کې مشکل نشته autorizado de repetir چیرته شما هدف انهریتنس فهمیدین کد رن میشه مشکل نیست خواه نتیجه میایه 100% میایه شما باید هدف انهریتنس با وجود که تو بخاطر چی به وجود آورده این را باید شما فهمیده باشین مطمئن باشین که با این طریق با این شیوه هیچ کار نمیشه خواه 100% از اون شیوه کار گرفتن نمیشه با خاطر سر ما مثال کار کردیم ما را آل تغییر میتیم پسند ما میتودها را میسازیم که میتودهای کار انجام بده نه خود کلاس ایری کار انجام بده ببینین ما که اینستنت دیتا ممبر داشتیم با او مستقیم قیمت ها میدادیم نه از کجا روان میکردیم از مین فانکشن ما آبجکت کی را ساختیم برای قیمت دادن ما باید یک فانکشن داشته باشیم اگر ببینین اگر شما بگین با این شیوه کار میکنین مطمئن باشین سافتویر حقیقی شما جو میکنین دو باید از این شیوه کار گرفتن نمیشه این 100% اشتباه است این به این معنی که خود یوزر میاد کسی که سافتویر استفاده میکنه داخل کد برش قیمت میده نه یوزر ما صرف د مین فانکشن کار میکنه دو لاین میشناسه خلاص میگه از این ما قیمت روان میکنم برای از قیمت داده میشه نمیشه چه تو ذخیره میشه به او کار نداریم صحیح است ما باید یک پروگرام خوب باید نوشته کنیم پیشتر ببین ما تنها 30 تا نوشته کردیم اگر یادتان باشه مثلا باز ما یک متد گرفتیم آل فانکشن ها باید اضافه شون متد ها به خاطر قیمت دادن و برای پرینت کردن باید مشخص باشن صحیح است پیشتر ما بایدتان جاوا را نشان دادم جاوا چی است مجموعه کلاس های بسیار زیاد و مجموعه متد ها و کنسترکتور ها است دیگه هیچ چیز ندارد برای هر کار یک متد یک فانکشن مشخص شد برای هر چیز کلاس مشخص شد جفری مدین شما گرافیک که می ساخت برای ازی که ما قیمت دادن هم انجام میتیم باید متد های مختلف از او استفاده کنیم درست است خب خیر است امروز شما صرف یک کار میکنید که صرف و صرف inheritance هم میفهمید که what is inheritance دونه و inheritance است بخاطر چی استفاده میشه درست است دی مشکل نیست ما فانکشن ها رو پس از سر میخوانیم یعنی سر با ایمانا که سر نمیخوانیم او رو استفاده میکنیم داخل از او شما کنسترکتر ها را در اینجا ما یک کنسترکتر را میگیریم باز چرا که کنسترکتر قیمت دادن برای از او بسیار آسان است برای انشیلالیشن زیاد استفاده میشه I think it's enough for today